سلام، امیر حسین پارپین هستم. امروز اومدیم که فرق سخت افزارهای لپتاپ و کامپیوتر رو مشاهده کنیم و ببینیم مکانیزمشون چجوریه. بریم شروع کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی میافته. خب رسیدیم سراغ سخت افزار لپتاپ. فرق بین سخت افزار لپتاپ و کامپیوتر. ما میریم سراغ لپتاپ. ما لپتاپ رو باز باید بکنیم. پشت لپتاپ که اگه دقت کنید بخش های هواکشش و باتری و غیره داره. بریم سراغ باز کردنش. خب لپتاپ باز کردم. اینجا مشاهده میکنیم که کلا خود لپتاپ همینه. چون لپتاپ من جدید هستش، برای سال 2020 هستش، کمی با لپتاپ های قدیمی و امروزی که 2025 هستش فرق داره. تا قبل از اینکه برم توضیح بدم و شروع کنم که این قطعات رو توضیح بدم بهتون، بریم اول من توضیح بدم که لپتاپ های قدیم و امروزی چجوریه. لپتاپ های قدیم در مثلا زمان 2014 یا همون سال 94 92 مثلا حساب کنیم، اون زمان لپتاپ ها رو بخش پارت پیچ میذاشتن. مثلا این یه بخش یه رمه، یه دره رو باز میکردی، بعد باز میشو به رمو جابجا میکردی. کامل نمیتونستی با لپتاپ باز کنی. پارت بود برای مثلا هاردش، مثلا پارت بود مثلا چنان برای مثلا سی پی یوش جای دیگه ای داشت برای خودش. ولی لپتاپ های امروزی یکی هم سبکتر شدن و کلا راحت دسترسی راحت تری داره. مثلا برای تعویض کردن سی دی به لپتاپ های قدیمی سی دی خان داشتن، کمی سخت تره. مثلا بیشتر لپتاپ های دل، مثلا لپتاپ های دل برای تعویض مثلا سی دی خانش زیر رمه، یعنی بر رمو در بیاری و بدبختی خودشو داره. این لپتاپ جدید هستش، لپتاپ لنووو هستش. اینجا پورت های اسلات رو میبینیم، پورت ها مثلا فلش و تایپ سی و پورت یو اس بی، اچ دی ام آی و پورت آی او ایکس و غیره. این بخش هارده. این هارد اسمش هارد NVMe هستش که بروزترین هارد NVMe M2 ساتا M2 که ما چند مدل هارد داریم. هاردای ساتا داریم. اول هارد HDD شروع کن که اولین مدل هاردا بودی که هارد HDD که اولین مدل هاردی بودی که ساخته شده و خیلی سرعتش پایینه. در اصل سیستم عامل های امروزی مثل ویندوز 10 و ویندوز 11 رو ساپورت نمیکنه و بر سخته. بر همین یه دومی هارد SSD هستش اسمش که سریعتر از HDD ولی خب بازم قدیمیه و این تکنولوژی در سال 2016 نهایتا 2019 توی کل دنیا مثلا پخش شد و الان در همین دنیا امروزی همین تکنولوژی امروز از به هارد به اسم NVMe که خیلی کوچیک هستش، این ماژولشه. به خاطر اینکه لپتاپ قبلا ساتا ساپورت میکرده، یعنی هارد ساتا تبدیل زده، یعنی ماژول زدم و از هارد NVMe استفاده میکنم. یه باتری جدا داره این لپتاپ برای خودش. یعنی اینا مثلا فرق کامپیوتر هم نشون بدن دیگه چقدر فرق داره. اینکه خیلی کوچولو، خیلی فشرده کردن و با فرق کامپیوتر هم نشون بدن. یه باتری جدا داره اینجا. یه باتری هم دو تا باتری ساپورت میکنه. دو تا رم تا 32 گیگ رم ارتقا بدی. یه دونه 8 گیگ اینجا، 8 گیگ اینجا. اینم که ماژول سیم کارت، ماژول وای فای. اینم برای رک سروره، برای سروراست. اینجا بخش سی پی یو، خنک کننده سی پی یو. این باد میزنه، باد گرم میده بیرون. این فلزی که سیلیکون، این که چسب سیلیکون بهش سکه فلز رو خنک کنه دیگه، یعنی فلز اینو خنک کنه، سی پی یو رو خنک کنه. این فلز رو خنک میکنه و خود سی پی یو رو خنک میکنه. در از اگه اسمشو درست بگم به انگلیسی میشه هیت سینک. کار هیت سینک رو انجام میده. سیموس باتری برای تنظیم کردن ساعت و ذخیره کردن بایوس، یعنی مثلا تنظیمات ساعت و کارهای بایوس که دو مدل بایوس داریم، یو اف آی و بایوس عادی. با ساعت اونجا ذخیره میکنه. کلا لپتاپ فشرده سازی شده، بهینه شده از کلا. این از سراغ لپتاپ و سیستم عامل ویندوز 10 ساپورت میکنه این لپتاپ و به خاطر اینکه برای 2020 درایور کارت گرافیکش نیست که من بتونم ویندوز 11 رو بریزم، ولی خوبه که یه ماژول سیم کارت داره که من چون استفاده نمی کنم سیم کارتو، اینجا پورت سیم کارت داره و من از پورت سیم کارتو کندم و روی دستگاه دیگری دارم استفاده میکنم. این از خود قطعات کامپیوتر لپتاپ. بریم سراغ کامپیوتر، ببین فرقش با کامپیوتر چی. پس این که خیلی فشرده بود و باتری داره و
پورتا یه پورت هم این داره، خیلی خوب و عالی و سبک. خب رفتیم سراغ سخت افزار کامپیوتر. اگه دقت کنین کامپیوتر کمی بزرگتر، خیلی کمی که چه عرض کنم، خیلی بزرگتر از لپتاپه و آپشن های خیلی بهتر و کلا کامپیوتر بهتر از لپتاپه. لپتاپ کارش اینه که یعنی ویندوز رو توی جیبت نگه می‌داری میبری دور مثلا دانشگاه، نمی‌دونی کامپیوتر به این گندگی رو ببری دانشگاه که موز و کیبورد و اینا هم که نمی‌تونی با خود ببری. و همین پورتاب کردن، حمل کردن، یعنی آپشنی گوشن که لپتاپ بتونه قابل حمل باشه. برای همین کامپیوتر هم که برای خونه است. بریم سراغ باز کردنش. این کامپیوتر حالا چون کیسش قدیمیه توش شدیده، یعنی قبلا در چیز استفاده میشه به اسم فلاپی دیسک که من هنوز دارم استفاده میکنم هنوز، که حالا من پورتاشو چیدم ولی من بعضی موقعی از اینا استفاده میکنم. و سی دی خان که توی بعضی از کامپیوترهای امروزی نیست اصلا، ولی در کامپیوترهای قدیمی از 2020 به قبل سی دی خان رو ساپورت میکرده و این الان ویندوز 11 رو ساپورت میکنه این سیستم. و حالا بریم سراغ سخت افزارش بهتون نشون بدم. برای باز کردن لپتاپ برای باز کردن کامپیوتر باید این پشت 2 تا پیچ داره، یه دونه این پایین یه دونه اینجا و واقعا فرق داره با باز کردن لپتاپ چون کمی بزرگه و یه دونه سخت باز کردنش. بریم سراغ باز کردنش. خب رفتیم سراغ سخت افزار کامپیوتر. اگه دقت کنید 10 برابر بزرگتر از لپتاپ هستش، از اون پایین گرفته تا اون بالا. 2 تا CHA فن داریم برای تخلیه کردن هوای گرم توی خود سیستم. CPU فن برای خنک کننده CPU. CHA فن سومی که برای خنک کننده GPU یا همون کارت گرافیک استفاده میکنم. کارت گرافیک AMD رادیون RX 470 داره روی این که ماینکرافت رو که بازی به روز امروزی هستش با 500 FPS میاره بالا و چند تا هم اسلات های پورت اسمش یادم رفت پورت سریال برای پرینتر و 2 تا هم PCIe مودم که برای دایالاب هستش، برای دایالاب کردن. و اگه اینجا که 2 تا فلاپی بود که گفتم استفاده میکنم سیمشه. هارد HDD 500 گیگی، یه دونه هارد SSD X انرژی 100 خورده گیگ 120 گیگ، یه CD خام که با پورت ساتا و یه برق مستقیمش وصله. این برق تا این پاور سپلایش تا حدود 535 وات به کل قطعات کامپیوتر میده. خود این گرافیک 300 وات میگیره، یعنی خیلی برق میگیره. بقیه‌شون هم مثلا 12 وات و اینا میگیره. یه هارد هم اینجا داره، یه هارد هم اینجا که این یه دونه 500 گیگ اینجاست، یه دونه هم 256 گیگ هم اینجاست. بوده بالا یه ترانیمی هارد رو این چیز کردم انداختم، این 2 تا فنشو کل بدنه و اونی که دیدید که ماژول داشت برای لپتاپ، سخت افزار لپتاپ، این هارد ساتا هستش که اندازه یه ذره این هارد HDD که برای تکنولوژی قدیم استفاده می شده، خیلی بزرگه، یعنی تا فکر کنم تا اینجا اومده، خیلی بزرگه. برای همین اصلا ساتا انقدر اومده تا اینجا، ولی این تا اونجا اومده، مثلا تا اینجا اومده، پس خیلی بزرگه. پس خب ببخشید داشتم گفتم این هارد HDD که تکنولوژی قدیم هستش خیلی بزرگتره. پس این SSD عادی هستش، SSD ساتا که پورت ساتا هم این شکلیه که برای CD خان‌ها و بقایای دستگاه ها استفاده میشه و کوچیکتر و سبکتر. ولی امروزی ها از هارد NVMe که 10 برابر کوچیکتر از خود ساتا هستش استفاده میکنن و سرعتشون چند ثانیه با هم دیگه فاصله داره، برای مثلا برای بوت شدن، استارتاپ و غیره. و این از سخت افزار لپتاپ، یا سخت افزار کامپیوتر که خیلی فرق و فاصله زیادی دارن. بریم که تموم کنیم. دست روزا درد نکنه. امیرحسین ایبراهیمی هستم و تهیه کنندم خودم هستم. خداحافظتون.